5 دختری که زندگیت رو نابود میکنن. 5 دختری که هرگز نباید باهاشون وارد رابطه بشی. شماره 3 خیلی خطرناک و سمیه. 1 دختری که همیشه نقش قربانی رو بازی میکنه. همیشه همه مقصرن جز خودش. از رئیس گرفته تا دوستاش، حتی تو. هر مشکلی پیش بیاد تو رو مقصر میدونه و احساس گناه رو بهت تحمیل میکنه. رابطه با این افراد باعث فرسودگی روانی میشه. 2 دختری که به شدت کنترل گره. از رمز گوشیت و پیامات گرفته تا اینکه کجا میری و با کی حرف میزنی، همه چی رو چک میکنه. آزادی شخصیت رو نادیده میگیره و کم کم باعث میشه احساس خفگی کنی. 3 دختری که همیشه دنبال دعوا میگرده. این تیپ آدم‌ها بدون مشکل نمیتونن زندگی کنن. مدام یه چیزی رو بزرگ میکنه، قهر میکنه، دعوا راه میندازه یا بازی‌های روانی اجرا میکنه. اگه دنبال آرامش توی رابطه‌ای، این مدل دختر مناسب تو نیست. 4 دختری که بیش از حد وابسته است. زندگی و خوشحالی خودش رو کاملا به تو گره میزنه و توقع داره همیشه براش وقت بذاری. این تیپ از افراد به جای اینکه شریک رابطه باشن، یه بار سنگین روی دوش میشن. 5 دختری که هیچ هدفی در زندگی نداره. اگه میخوای رابطه‌ای سالم و سازنده داشته باشی، طرف مقابلت باید انگیزه و برنامه‌ای برای زندگی خودش داشته باشه. کسی که منتظر یکی تا بیاد و نجاتش بده. احتمالاً باعث میشه تو هم توی رابطه احساس خستگی و بی‌هدفی کنی. پس چی کار کنی؟ برای داشتن یه رابطه خوب باید کسی رو پیدا کنی که از نظر فکری و احساسی متعادل باشه و توی مسیر پیشرفت همراهات باشه. نه مانعات. اگه دیدی طرف مقابلت یکی از این ویژگی ها رو داره، قبل از اینکه بیشتر توی رابطه سرمایه گذاری کنی، دوباره بهش فکر کن. نظر شما چیه؟ آیا با این نکات موافقید؟ کامنت بذارید و نظرتون رو بگید. اگه این ویدیو براتون مفید بود، لایک کنید و سابسکرایب یادتون نره.